سلام. توی این ویدیو میخوایم در مورد این صحبت کنیم که به این سوال پاسخ بدیم: MBTI آثنتیک یا فیک؟ خب بذارید اول یکم در مورد این موضوع بگم که همونطور که از اسم چنل پیداست، اسم چنل هست ریاضی تیوب. خب طبیعتا در مورد ریاضی قراره باشه، ولی من احتمالا خیلیاتون این قضیه رو تجربه کردید خودتون که میگن مثلا مادر پدرم میگن پزشکی رو دنبال کن، برو پزشک شو، بعد علاقت هم کنارش دنبال کن. برای من این حالت نبود، واقعا فشاری از هیچ جهت نبود، ولی خب من ریاضی رو به عنوان پروفشن خودم، به اون اه، کار اصلی خودم بیشتر علاقه داشتم تا روانشناسی، ولی خب به روانشناسی هم خیلی علاقه داشتم. برای همین گفتم یک بخشی از ویدیوها رو قراره در مورد روانشناسی بذارم، ولی خب موضوع اصلی در مورد ریاضیه. توی ویدیوها اگر ببینید، اگر به روانشناسی علاقه نداشتید و فقط برای ریاضی اومدید، میتونید از روی همون ویدیو سریعا با رنگ این بورد ما، با این تخته ما، رنگش تشخیص بدید که این ویدیو قراره در مورد روانشناسی باشه یا در مورد ریاضی. چون مشکی قراره برای ریاضی باشه و این رنگی که میبینید هم، آره، این برای مطالب حداقل خارج از ریاضی، اگر نشه اسمشو دقیقا روانشناسی هم گذاشت. بله، این از این. و الان به این سوال میخواستیم پاسخ بدیم. خب اول بذارید یکم در مورد این صحبت کنیم که MBTI، من خودم چطور با MBTI آشنا شدم. خب اول، من بار اولی که تست MBTI رو دادم کلاس 11 بودم، فکر میکنم 17 سالم بود. و خب تست رو دادم، تست به زبان یک سایت انگلیسی بود. تست رو که دادم نتیجه من شد INFP. و همونجا توی همون سایت یک چند پاراگرافی در مورد INFP بود و خب خیلی به نظرم به من شبیه اومد و خیلی برام جالب بود. چیزایی که اطلاعاتی که من توی اون تست نداده بودم در مورد خودم، پایین این تست اون حرف ها رو زده بود و گفته بود مثلا شما اینطورید یا شما اونطورید، افراد INFP اینطورن اونطورن. و بعد چند تا بازیگر و افراد معروفی رو معرفی کرده بود پایین تست، من جمله برای INFP جانی دپ بود، یا فکر کنم یا چند نفر دیگه بود که اونا رو هم حتی وقتی خوندم اسماشونو دیدم که اونا واقعا اشخاص مورد علاقه منن. و نه اینطور مورد علاقه که خب من مثلا آفتاب گردون دوست دارم، گل روزم دوست دارم. طور مورد علاقه که برام افراد خاصی بودن، واقعا میشد حس کرد که صرفا یه علاقه نیست، یک جور جدا بودن برام نسبت به بقیه. خب در مورد INFP که خوندم، برام خیلی جالب بود که چقدر جالب، این اطلاعات رو من بهش نداده بودم ولی این درست داره میگه. یه جور حس عجیب و شاید خوشحالی بود تا حدودی. ولی بعد مدتی بیشتر در مورد INFP اینو بگم که من فارسی وقتی سرچ میکردم، حداقل اون موقع خیلی چیز خاصی در مورد MBTI در دسترس نبود. من چیزی حداقل من نمیتونستم پیدا کنم. و انگلیسی من خیلی عالی نبود، خوب نبود واقعا، ولی خب در حدی بود که بتونم بخونم و یه چیزایی بفهمم، یا اگر مشکل داشتم گوگل کنم. برای همین در مورد MBTI خیلی سایت های انگلیسی رو میخوندم. تابستون بود یادمه و خیلی وقت آزاد داشتم، کار خاصی اون موقع نمی کردم چند روزی، و یادمه تا 10 ساعت در روز توی سایت ها داشتم صرفا در مورد MBTI میخوندم. اینو یادمه. خب یکم بیشتر که در مورد INFP خوندم، متوجه شدم که خب خیلی شبیه به من نیست. و تازه اون موقع فهمیدم که او مثلا 16 تا تست، 16 تا شخصیت هست و فقط INFP خب طبیعتا نیست. و شروع کردم یه چند تایی همینطوری خوندم.
اصلا نمیدونستم این INFP یعنی چی، چرا آی هست و بعد N، چرا بعدش F. اصلا هیچ درکی نداشتم، فقط همینجوری داشتم میخوندم، برام جالب بود. فقط فهمیده بودم که یک جور دسته بندی هست. خب بعد یه چند تا دیگه خوندم من جمله INTP و اینا، دیدم اینا شبیهن. بعد دوباره تست دادم و فهمیدم که خب بذار یک مدتی مثلا گذشته یه بار دیگه تست بدم، اتفاق بدی که نمیتونه بیاد. تست بعدیم نتیجه شد INTJ و شروع کردم در مورد INTJ خوندم. در مورد INTJ که خوندم دیدم او این به نسبت اون خیلی واقعا شبیه تره و احتمالا این حسی که هر کسی بارای اول با MBTI روبرو میشه میگیره، اگر خیلی حداقل در گذشته با بینش ساینتیفیک روبرو نبوده، خیلی اطلاعات نداشته، آگاهی نداشته، یک حسی احتمالا هممون باش روبرویم. منم این حس داشتم که اون حس چی بود؟ حسی که انگار این فشار سنگینی از رود برداشته میشه و یک جوری انگار احساس میکنی که خیلی از چیزهایی که برای من مشکل بودن و درک انگار حس میکردم یه جور متفاوتی هم از بقیه فرق دارم. این حسا یه جوری برداشته میشه از رود این فشار، یه جوری حس میکنی که این مشکلات که بودن همشون به این دلیل بودن، مشکل نبودن، شخصیت من. بعد مدتی که مخصوصا اگر بخونی در موردش و بیشتر بها بدی بهش، میبینی که چه اتفاقی میفته. میبینی که هی داری توی این الگو قرار میگیری که این تمایل توی هر شخصی ایجاد میشه که هر اتفاقی میفته این رو ربط میده به تست و میگه که خب این شخصیت منه. مثلا اوکی، مثلا با یک فردی بد رفتاری میکنی، بهش بی احترامی میکنی و پیش خودت این اجازه رو به خودت میدی یا میگی که من INTJ ام، من مثلا روکم، من حق دارم هرچی دلم خواست بگم، من منطقی ام، یا اینطور حرفایی توی هممون شکل میگیره. یه جور حس سبکی و راحتی، انگار همه چی معنا میده برامون و راحت میشیم یه جورایی. خب بعدش یه مدتی برای من گذشت و فهمیدم که خب این صرفا این حرف ها، این آی و ان، چرا همشون چارتان، چرا این هر کدومش چه معنی میده. این جاجمنت مثلا JT thinking، یا ان intuition، یا آی introversion در خلافش اکستراورژن و ایناست، یا اس سنسیتیویتی و اینجور چیزاست، یا اف رو داریم که به فیلینگ ربط داره، یا پی که پرسپشن و پرسیو هست. بعد خب تازه با اینا آشنا شدم، یک مدتی دوباره خوندم، با چند تا شخصیت و دیگه روبرو شدم و دیدم خب یک چیز بزرگتری پشتش هست به اسم فانکشن ها. فانکشن ها رو دیدم وقتی میخونی همه چیز به شدت برات معنای بیشتری پیدا میکنه، علاقمندتر میشی. و خب اینو بگم که متاسفانه اون موقع من این دید رو نداشتم، این که اطلاعاتی اگر وارد میشه از یک منبعی بخوای اون رو بررسی کنی ببینی این تا چه حد درست یا غلطه. صرفا فکرم متاسفانه اون موقع این بود که خب گفتم 17 سالم بود و خیلی دانا نبودم. نمیگم الان خیلی دانا هستم قطعا، ولی خب میگم اون موقع دانش کافی برای این رو نداشتم که بخوام بررسی کنم ببینم این تا چه حد درست یا غلطه. فکرم توی دیفالت ذهنی برای خودم این یه جوری انگار تو ناخودآگاه هم بود که اوکی این به زبون انگلیسیه و تو سایت های خارجی خب این همه دقیق داره در موردش صحبت میشه، قطعا درسته. با اینکه خب میدونستم که در مورد چیزهای دیگه هم هست که خیلی صحبت میشه ولی خب درست نیستن یا خودم بهشون باور نداشتم، ولی خب این تو ناخودآگاه من وجود داشت که فکر کردم این خب درسته. پذیرفته بودمش، خیلی داشتم
بهش فکر میکردم، خیلی ساعت زیادی میخوندم، همه چی رو سعی میکردم باهاش توضیح بدم یا خودم رو توی چارچوب قرار بدم. یک مدت دیگه که باز خوندم، با این کم کم با این مسئله روبرو شدم که این فانکشن ها، این نوشته هایی که توش وجود داره، این توضیحاتی که از فانکشن ها وجود دارن، خیلی جاها شبیه همن. خیلی جاها با این روبرو شدم که مثلا در مورد یک فانکشنی توی یک سایتی یک چیزی نوشته، توی سایت دیگه یک چیزی نوشته که جاهایی توی اون نوشته ها با هم اینا تناقض دارن. یا اه، خب این سوال برام پیش اومد که چطور میشه اینا تناقض داشته باشن، این تضاد وجود داشت توش. چطور این تناقض واقعا وجود داره که مثلا در مورد فانکشن تی ای یک چیزی نوشته، توی یه سایت دیگه یه چیز نوشته که به این ربط نداره، یا اصلا یه دیدگاه دیگه است، یا اصلا یک طور دیگه است. اونجا باز همچنان این اطلاعات رو نداشتم که مثلا یه چیزی ساینتیفیک باشه، حداقل این دید ناخودآگاه تو نبود که اگر یک چیزی خیلی دقیق باشه نباید تضاد توش وجود داشته باشه. ولی باز حداقل پیش خودم حس کرده بودم که این یک ایرادی حداقل داره، یا خیلی دقیق نیست، یا مثلا خیلی با این مواجه می شدم به شخصه. شاید شما هم باش مواجه شده بدید، احتمالاً مواجه شدید باش. من خیلی با این مواجه می شدم که یک چیزی رو می خوندم و می دیدم این نوشته‌ای که در مورد شخصیت من مثلا نوشته، خواسته من رو راهنمایی کنه که من اینطورم یا اونطورم، این خیلی دقیق نیست. یعنی میشه از چند دیدگاه مختلف بهش نگاه کرد و همچنان درست باشه. مثلا یک در مورد اینکه درونگرا هستم و یک جورایی تصمیم میگیرم بود که با نگاه اول که بهش نگاه میکردی غلط بود. مثلا من اینطور نگاه، مثلا در مورد من غلط بود، فالس بود اون اطلاعات. مثلا با اینکه تست داده بودم و نتیجم INTJ بود، یک چیزی رو در مورد INTJ میخوندم و میدیدم خب من اینطور نیستم. یا خیلی اتفاق میافتاد که یک چیزی رو میخوندم میدیدم که به چند دیدگاه مختلف میشه بهش نگاه کرد و همچنان اونا درست باشن برام. اینا کم کم برام این سوال پیش اومد که این چیه واقعا، این MBTI تا چه حد درسته، من چرا این تضاد داره پیش میاد. اوایل که صرفا با این قضیه روبرو بودم فکر میکردم که خب اگر INTJ این تضاد وجود داره، لابد خودم رو درست پیدا نکردم، شخصیتم شاید فرق کنه. خب مدت زیادی طول کشید، یک سال، شاید یک سال و نیم طول کشید برای من که من متوجه شدم. خب همیشه شک میکردم به شخصیتم که مثلا کدوم یکی از اینا منم. خودم یه جوری انگار یه وظیفه‌ای بود که من بفهمم دقیقاً کدومشم تا انگار بعدش به یه سبکی برسم. یا آرامشم از دست داده بودم که من واقعا کدوم اینا میخواستم. یک حفاظی انگار دورم باشه که توش من قرار داشته باشم، خودم تو چارچوب قطعا قرار بدم، بتونم خودم رو با اون توضیح بدم. خب باز میخوام، خب باز بیشتر در موردش خوندم و دیدم خیلی داره این اتفاق میفته. درسته که این ممکنه وجود داشته باشه که شخصیت من مثلا یک شخصیتی هست و شاید یک تفاوت‌های جزئی بین INTJ های مختلف وجود داشته باشه، این رو پذیرفته بودم. ولی باز می‌دیدم مشکلی که وجود داره بیشتر از این چیزاست. من میتونم مثلا ENTP باشم و INTJ هم باشم. یعنی میشد ببخشید، میشد INTJ رو طوری بخونم در موردش، جوری به مطالب در مورد INTJ نگاه کنم که در واقع انگار برای ENTP هم درست باشه. خب خیلی درگیری ها داشتم با خودم و بعد مدتی اومدم اوکی، این سوال برام پیش اومد که خب این MBTI چیه واقعا، چطور میتونم. خب اینو میدیدم که خیلی چیزا رو داره توضیح میده،
و خیلی خوب انگار داره توضیح میده و خیلی چیزا رو معلوم میکنه، ولی خیلی جاها مشکل داشت. خلاصه این شد که اومدم با خودم فکر کردم که یک جوری بالاخره، حتی برام خیلی راستش مهم نبود که بفهمم این اه، در دنیای علم یا پیش افکار بقیه این چه جایگاهی داره. خودم میخواستم این ایده‌ای که داشتم، این دیدی که داشتم، یه جوری پیش خودم حداقل مطمئن تر باشه، بفهمم دارم چی کار میکنم. اومدم خیلی به این فکر کردم که خب MBTI چطور میتونم بپذیرمش، چطور میتونم بپذیرمش که هم نقصهاش رو بشه باش توضیح داد، همین که خب تا حدی داره درست میگه بعضی چیزها رو. حالا بازم میگم توی این ویدیو من قصد ندارم دیتا یا ریسرچ هایی رو بیارم بگم خب بر اساس این ریسرچ این واقعیه، یا بر اساس این ریسرچ این سودو ساینسه. این قصد رو ندارم، فقط میخوام دید خودم رو بگم و یه جورایی شما رو هم دعوت کنم که اگر دوست دارید بهش اینطور نگاه کنید. اگر دوست دارید، اگر بناتون قابل پذیرش بود، اینطور بهش نگاه کنید. یک ایده‌ای که اون موقع به ذهنم رسید، دیدم که خب ما آدما کلا از همون روزهای اول زندگیمون انگار خیلی علاقه داشتیم که چیزها رو، مغزمون دنبال این بوده که چیزها رو دسته‌بندی کنه یک جورایی، تا بتونه یه جورایی مدل کنه چیزها رو، اطلاعات رو یا کلا چیزهایی که باشون رو به روی یه جورایی همه چی رو میخواسته مدل کنه. شاید اون موقع من فکر میکردم یا به ذهنم رسیده بود که این مدل هایی که میکنیم گاهی برای اینن که بتونیم یه سری پیش بینی هایی کنیم. مثلا خب شاید بذارید یه چیزی، یه نسخه یه کمی اغراق‌آمیز شاید بگم، ولی خب مثلا فرض کنید ما یه ببری میدیدیم که دندوناش تیز بوده، مثلا اینطوری بوده توی دهن ببر، دندونا این شکلی بوده. خب میدیدیم که اوکی، این موجودی که دندونش اینجوریه خطرناکه، واقعا گاز میگیره. خب شاید شیر رو اگر میدیدیم که اونم دندونای این شکلی داشته، باز اونم خطرناک بوده و گاز میتونسته بگیره. یه جوری مغزمون انگار داشته مداوم این کار رو میکرد. حس من اون بود. خب مثلا کوسه یا اومدیم همه چی رو دسته بندی کردیم، گفتیم اوکی، شاید پیش خودمون فکر کردیم که اوکی هر چی این شکل دندونی داره خطرناکه، تا حد امکان ازش دور بمونیم. چرا؟ چون مثلا پیش بینی کرده بودیم که اوکی چیزایی که اینطور دندونی دارن مثلا حمله میکنن و گاز میگیرن. خب میخواستیم پیش بینی کنیم یه جورایی که اگر بار بعدی من یک موجود دیگه ای دیدم با چنین شکل دندونی، احتمالاً بهم حمله میکنه، پس بهتره قبل از اینکه حمله کنه خودم ازش دور باشم یا حداقل آماده باشم. خب اینطوری مغزمون دسته بندی میکرده. ممکنه حالا مثلا یهو با یه حیوانی روبرو میشدیم که از این دندونا داشته و سیر بوده، مثلا حمله نکرده، یا مثلا یه جور خرسی بوده که خب حمله نکرده، تا خطری براش نبودیم حمله نکرده بود. ولی خب به طوری کلی میدیدیم اکثر اوقات این نشونه خطره، این شکل دندونی تیز نشونه خطر. اومدم همین رو اپلای کردم یا با چنین تفکری نسبت به MBTI سعی کردم یه جوری برای خودم توضیحش بدم. خب درسته واقعا یک جاهایی غلط میکنه، مثل همون غلط پیش میاد یا اطلاعات فالس میشن، مثل همون دندون که یک جایی ممکنه یه حیوانی بهمون حمله نکنه، ولی خب یک جاهایی هم توضیح میده. MBTI هم من حداقل حسم اون موقع این بود که یک جاهایی رو واقعا داره توضیح میده. خب اومدم دیدم که MBTI مثلا داره چی کار میکنه. اون موقع حسم این بود که خب داره یک سری بداهه گویی انگار انجام میده. میدونید مثلا دیدید یه حرفی که میزنن، حتما شنیدید، میگه چشم بسته غیب گفتی. من دیدم که خیلی از حرفایی که داره میزنه همین طوره. مثلا توی سوالای تست رو حداقل میدین، تست هم همینطور عمل میکنه. یا وقتی که در مورد فانکشن ها میخونید، یه سری بررسی مشاهداتی در مورد خودتون میکنید و بعد میبینید که این مثلا
با این داده یا این اطلاعات در مورد این MBTI مثلا همخوانی داره، پس احتمالاً این فانکشن به من ربط داره. یا تست هم اگر میدید یه سوالی ازتون پرسیده میشه و شما اون سوال رو جواب میدید و بعد یک سری داده دیگه در مورد شخصیتتون بهتون برگردونده میشه. خب من اومدم دیدم که خب طبیعیه مثلا شخصی که درونگراست، حالا درونگرا اون تعریفی که اون درونگرا برامون ارائه شده، خب شخصی که درونگراست مثلا توی بیشتر اوقاتش رو توی خونه یا محیط امنش به دور از جمعیت قرار میگیره. خب طبیعتا خیلی بدیهیه که این وقتی دارم میگم دیگه بیشتر اوقاتش رو با خودش تنهاست. خب خیلی بدیهیه که وقتی بیشتر اوقاتش رو با خودش تنهاست، پس بیشتر اوقاتش رو با دیگران نیست. خیلی بدیهیه. یا وقتی که تنهاست، خب این زمان تنهاییش رو با بقیه پر نمیکنه. بالاخره این زمانش رو داره به یه چیزی اختصاص میده، یه کاری داره میکنه. خب احتمالاً اون کاری که داره میکنه قراره یه کار فردی باشه. ممکنه تفکر باشه به فلسفه، یا ممکنه هنر باشه، یک جور ممکنه شخصیت آرومی داشته باشه. خب انگار یه جور بداهه گویی است. خب وقتی این اطلاعات به اندازه کافی در مورد یک شخصی جمع بشن، این بداهه گوییایی هم که میکنید ممکنه بهتون این جرأت رو بده که حدس و گمانهای قوی تری بزنید یا پیشتر از صرفا یک سری بداهه گویی‌هایی برید. خب طبیعتا جرأت میکنید و یک سری حدس میزنید. خب این حدس ها میبینید که توی MBTI هم هست و خیلی وقتا در مورد شخصیت خودمون میخونیم و ببینیم که غلطه، ولی خب یه سری چیزاش هم درسته. پس میبینیم که این واقعا برای من حداقل معنی میده، جواب میده. درسته که MBTI قرار نیست همیشه درست بگه، ولی خب این منطقیه که بشر کلا عادت داره، انگار مغزمون عادت داره که همه چی رو انگار داریم دسته بندی میکنیم. چرا ما این حق رو ندیم به خودمون که یک سری پیش بینی هایی در یک سری حدودی انجام، مثلا یک فردی رو من میبینم که بیشتر اوقات توی جمع سکوت میکنه، خب من میتونم این بداهه به صورت بدیهی این رو بدونم که قرار نیست تحت فشارش قرار بدم، به زور مثلا بهش بگم حرف بزن حرف بزن، مثلا حس خوبی بگیره. شاید بتونم بهش این حس امنیت رو بدم که آقا تو میتونی حرف بزنی، ولی خب قطعا هی بهش بگم حرف بزن حرف بزن یا مثلا چرا ساکتی، اینو خب ممکنه اذیت بشه. این خیلی بده. حالا درسته یک شخصی که درونگراست و بیشتر اوقاتش رو مثلا تو خلوتشه، خب این شخص مثلا فرض کنید از 6 سالگیش این رویه رو داشته تا مثلا 18 سالگیش. خب تا حدودی میشه گفت این شخصیت یا این میلی که اکثر اوقات اینطوری بوده توش یه جورایی تثبیت شده. خب حالا این شخص میتونه بره بیرون. کسی نگفته خب تو مثلا درونگرایی همیشه باید بشینی تو خونه. خب تو میری بیرون، تو جمعم قرار میگیری، ممکنه حتی یهو توی شرایطی قرار بگیری که خیلی دلت بخواد تو جمع باشی. خب ممکنه که وقتی که توی جمعی، بیشتر اوقات توی جمعی افکاری به سراغت بیان که بیشتر مشترکن توی آدم هایی که توی جمعن. خب ممکنه مثلا 10 سال توی این حالت باشی عوض شی. خیلی بدیهی و طبیعیه. برای همین اون موقع خب MBTI اگر بدونید و اطلاعات تا این حد داشته باشید، میگه که شخص از تولدش شخصیتش تعیین شده است و تا آخر عمر فقط بعدهای مختلف همون شخصیت تعیین شده رو بروز میده. من اینو حداقل اون موقع نمیپذیرفتم. شما اگر اطلاعات کافی دارید که بهتون میگه این رو بپذیرید، میل خودتون، ولی خب من این رو نمیپذیرفتم و دید من این بود. یه جور انگار چارچوب و برچسبی نیست،
نمیزنید رو خودتون که اوکی من مثلا INTJ ام، نباید برم بیرون یا باید به بقیه رک باشم و بی احترامی کنم، هر چی به ذهنم رسید منطقی بود بگم و آسیب بزنم و به احساسات اهمیتی ندم. اینا قطعا اغراق‌آمیز و ممکنه آدم رو تو دردسر بندازه تو زندگی روزانه. ولی طبیعتا کاری که میکنم اینه که خب میبینم مثلا یک سری الگوهایی رو پیدا میکنم و بهشون بها میدم، تا جایی یک گسی رم میزنم در مورد یک شخصی یا در مورد خودم که مثلا قرار طبق این الگوها چه رفتاری نشون بدم. ولی خب قرار نیست به این گسم صرفا در حد یک گس بدونمش که طبق این الگو احتمالا قرار این اتفاق در مورد این شخص یا خودم بیفته. ولی خب پیشتر از این نمیره، برچسب نمیزنم. اینطور من MBTI رو میبینم و به نظرم حداقل من شما رو دعوت میکنم که اینطور ببینیدش. بیشتر که باهاش مواجه شدم به این نتیجه رسیدم که خب بهتره که خیلی صفر و صدی بهش نگاه نکنم، خیلی ساده نبینم که خب آثنتیک باشه MBTI یا کلا فیک باشه، ساینتیفیک باشه یا کلا بر اساس مزخرفات باشه. اومدم گفتم خب اگر یک چیزی آثنتیک یا مثلا ساینتیفیک باشه، خب مثلا فرض کنید فیزیک توی اینجا بذاریمش، حتی فیزیک رو هم شاید بهتره که توی این نقطه ته نذاریم، یک کمی مثلا بریم یا مثلا فیک، حالا شاید هوروسکوپ فیک باشه کلا. هوروسکوپ چیه؟ این طالع‌بینی که بر اساس مثلا قرارگیری ماه و ستاره ها ببینی یه شخص چه آینده ای داره، چه شخصیتی داره یا چه جور آدمیه، چه طالع‌بینی کنی چه اتفاقاتی براش میفته. این شاید کلا حتی همینم به نظرم بیاد اینقدر ساده انگارانه ردش نکنیم که بگیم قطعا فیک فیک فیک. خب شاید برای یه سری افرادی یک سری واقعا داده هایی وجود داشته که حداقل اونا به این نتیجه رسیدن که این هوروسکوپ چیز منطقیه براش. خب اینو ما مثلا هوروسکوپ رو اینجا قرار میدیم، مثلا فیزیکو این مثلا یک کمی حداقل الان باور داریم که اینجاها باید باشه احتمالا. من این اگر صفرمون باشه یا نیوترالیتیمون باشه کلا هیچی نباشه اینجا، من MBTI رو اینجا قرار نمیدم که بگم اوکی MBTI فیکه و مزخرفه. MBTI هوروسکوپ رو به نظر من حداقل شما میتونید اینجا هر کاری دوست دارید بکنید طبق باورایی که دارید یا اطلاعاتی که حداقل اطلاعاتی که الان دستتونه. پیشنهاد میدم که اطلاعاتی که دستتونه رو مثل یک باور بغلش نکنید و ازش دفاع کنید، در عوض نسبت بهش اوپن مایند تر باشید و ببینید مثلا واقعا چه اطلاعاتی وجود داره در مقابلش یا در کنارش، فور یا اگینست. خب حالا من MBTI رو حداقل اینجاها قرار میدم یا حتی بیشتر. نمیگم آثنتیکه یا فیکه. بذارید حتی الان فکرشو میکنم واقعا میبینم از این اگر صفر ما باشه به نظرم واقعا MBTI اینجاست، چون خیلی جاها مفید واقع میشه. این MBTI بذارید قرمزش کنم. از نظر من MBTI اینجاست، این جایگاه داره. لطفا تو کامنت ها بهمون بگید نظر شما در مورد MBTI چیه، یا مواجهه شما یا تجربه شخصیتون از اطلاعاتی که از MBTI گرفتید چی بوده. خوشحال میشم سابسکرایب کنید و لینک رو برای دوستانتون که به MBTI علاقه دارن بفرستید. ممنون.